بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنای شهادت دادن که محمد رسول الله است، این فقط هم تو تلفظ کردن نیست میگوید، این معنا دارد. کسی که گفته باشد که مثلا من شهادت میدهم با پیغمبر بودن محمد علیه الصلاة و السلام، این نشونه هاش هستند، این شروطش هست. و طاعته فی ما امر، مادامی که تو شهادت دادی و خواهی که اثبات کنی که شهادتی تو واقعی است یا که تحقیق گردد، اطاعت میکنی در چیزی که تو را امر کرده است و تصدیق میکنی او را در چیزی که خبر داده است از امور غیب. و اجتناب کردنی از اون چیزی که منع کرد و زجر کرد. و نباید که الله را عبادت کرده شود مگر به همون طبق و به همون طرزی که در شریعت برای تو نشان داده است. بما شرع لک. مخلص؟ یعنی عبادت طبق عبادت او باشد. صلوا كما رأيتموني اصلي. الله تعالى میفرماید: و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. اما خلاص الى اخره. وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ومقتضى ليست لفظا يقال فقط. شهادت دادن که محمد رسول الله است، این معنی دارد، یعنی این شهادت معنی دارد و مقتضا دارد. مقتضا یعنی که مطلوبات دارد که از تو طلب میکند. وقتی که تو اینه به عهده گرفتی، اینه به ورد زبان که کردی، این کلمه از تو، این شهادت از تو که طلب میکند. این چنان شهادت است که لیست لفظا یقال فقط، که فقط به زبان گفته شود و بس. فمعناها ان تعترف بلسانك وبقلبك انه رسول الله. معنای این شهادت چنین است که تو باید به زبانت و به قلبت اعتراف بکنی که او رسول الله است. تنطق بلسانك و تعتقد ذلك بقلبك. به زبانت تو باید حرف بزنی و آن را اعتقاد بکنی به قلبت که او رسول الله است، انه رسول الله. اعتقاد یعنی از کلمه عقد گرفته، هرچی در سر زبانت گیساده است هوای با هوایی که نباشد، اصل و اساس او را در قلبت ببند که با مبادا از جمله منافقین نباشی. نعوذ بالله. برای خاطر همین این عقد از کلمه گره گرفته، که عقد اعتقاد را از عقد گرفتن، عقد گره کردن میگن. من شر النفاثات فی العقد. هم خلاص. بنابراین کسی که در من میگه به خاطر مثال گیریم خوشنودی میگرد و گوشه حد و همسایه یار برادر همکار میگون میگردن در هم تو ورد زمان در قلبش اگر بستگی نباشد، اون کس فقط در دنیا استفاده برساده، ولی سر به سر مردن دیگه هنگامی که یا که در قبر در حیات برزخ که داخل میشن، فرشته ها میپرسندش در همون زبونش هم گفتن نمیتونه، زیرا اینکه اصلش در قلبش بستگی نبود. برای اعتقاد ضروره. اما التلفظ باللسان والانكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين. اما به زبان تلفظ کردن و به قلب انکار کردن، این سیستم و یا خود طریقت اسلوب منافقین کسانی دوریه. كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة.
خیلی که الله سبحانه و تعالی ما را یا که به ما درباره اونها خبر داده است به قول خویش چون به نزد تو منافق ها آیند اذا این پیشکی است نگاه کنید اذا جاء اذا در کجا که بیاد بعدی و فعل ماضی می بیاد و البته فعل زمان آینده در نظر دارم وقتی که منافقا به نزد تو بیان میگویند کار منافقان خیلی است ما شهادت میدهیم که به درستی تو رسول الله هستی الله میدوند که به درستی تو رسول او هستی و الله شهادت میدهد که به درستی منافقات دروغگویند ما این شهادتشون به خاطر چه اتخذوا ایمانهم این قسم و این شهادت یا ایمان داخل شهادت هم داخل میشه داره این شهادتشون برای خود همچون سپر گرفتن که آخه به شما همکار همدرد هم نفس هم کار کردن که زندگی کشن در شما که قانون ضد اونها تطبیق نشود گفته جن نگرفتن شهادتشون ای جعلوا ایمانهم ای شهاداتهم سترة یستترون بها قسمهای خود را یعنی شهادت خیش را همچون ستره قرار دادن که یا پرده قرار دادن که در پس او خود را میپوشند دستای دولتی او میگردن فصدوا عن سبیل الله ولی واقعا از راه الله روگردان شدن از راه الله ایشان اعراض کرده هستند صدوا صدق بیاد یا روگرداندن میشه اعراض میشه اگر صدوا وجعلنا بينهم سدا ومن خلفهم سدا این بازداشتن میشه سد الطريق میگم راه کردن فدل على ان النطق باللسان لا يكفي این دلالت میکند که نطقی به زبان کفایت نمیکند این بسندگی نیست وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق ايضا لا يكفي همچنین به قلب اعتقاد کردن با نطق نکردن زبان نیست یعنی که اینم کفایت نمیکنه برای کسی که نطق کردن میتونه نیست برای کسی که نطق کردن میتونه اینم نیست کفایت نمیکنه فان المشركين يعلمون انه رسول الله چون که مشرکان میدونستن او رسول الله بدنشد لكنه يعاندون ولی گردن شخی میکنن كما قال تعالى تبارك الله سبحانه وتعالى فرمود قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون بتحقیق ما میدونیم گفتیم که در فعل مضارع اگر در کلام الله قد داخل شود به معنی تبعیض نیست ما بعضا میدونیم نمیشه خیلی ما میشد که الله تعالی با بعضا نمیدونست برای من گفتیم که قد اگر در اولی فعل مضارع داخل شود در ماضی مضارع در کلام الله دائم معنی چی است به تحقیق ما میدانیم که اون چیزی را که گفته ایستادن تو را غمگین میارد تو را در غم میارد فانهم لا يكذبونك بدرسی و ایها تو را دروغ نمیدانند ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولی ظالم ها الی این مشرک ها به آیات های الله ناباورند انکار کنند معلوم میشه که ایشان میدانند ولی قبول نکردند فهم بقلوبهم يعترفون بالرساله بس ایشان به قلبشان این رسالت رو اعتراف میکردند و يعرفون انه رسول الله میدونستند که رسول الله است لكن منعهم الكبر و منعهم العناد من الاقرار برسالته ولی ایشان را باز داشت چی کبر ایشان را باز داشت چی سرکشی گردن شخی از چی باز داشت ایشان را از اعتراف به رسالت او از اقرار به رسالت او و كذلك منعهم الحسد همچنین دیگر چیزی که ایشان منع کرد از اعتراف حسد كما عند اليهود خلي كي كما عند البدسة كما عند اليهودي وعند مشرك العرب خلي كي إن حسد بود در نزد يهودي هم و در نزد مشركي عرب عند مثلا من أنا ده وكان أبو جهل عمرو بن هشام يعترف ويقول وأبو جهل عمرو بن هشام اعتراف میکرد و میگفت كنا نحن وبنو هاشم متساويين في كل الامور ما و بنی هاشم در تمام کارها در منصب و در آب و رو در همه چی بودیم برابر بودیم
که ابو جهل خد دیگه قبیله اینه با بنی هاشم برابر. لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول. ولی در آخر باید چی گفتن؟ از ما برتری جستن، گفتن که ما رسول داریم و از شما رسول نیست. من این نأتی بالرسول، یعنی ما رسول که از کجا بیاریم که الله خواستش همین خیلی شد که بنی هاشم شد میگفت. فهمیده؟ فلذلك انكروا رسالته حسدا لبني هاشم. برای حسد بنی هاشم شده چیکار کردن؟ انکار کردن رسالت او را. اسیرة النبوی لابن هشام، قصة استماع قریش الى قراءة النبی صلی الله علیه و سلم تحت همین موضوع آمده است. مفهوم؟ ويقول ابو طالب في قصيدته، ابو طالب در قصیدهش میگه، ابو طالب یکی کافر مرد. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت میگو به تحقیق این قسم است، قسم میخورم که من دانستم که دین محمد از بهترین دینهای مخلوقات از روی دین داره. در تمام مردم از جهت دینش گیریم از من بهترین دین محمد است. اگر ملامت و همین طعنه بازی نمی بود یا که ترسی دشنام نمی بود که بعدی مردن من مرد همی ابو طالب نگاه کننده نخواه گپی امون جهنش گرفته از دین دادا بومون دشنام دی، یا که در زندگی میاد آود طعنم نمی کردم تو می دیدی که همین طعن و ملامت نمی بود سمحا بیدا که من آشکارا میگو قبول میکردم این نمی بود. لوجدتنی تو منم میافتی میدیدی سمحا همتون چه به اختیار خود را میذاری که نسبت آن دین آشکارا قبول میکردم. ولی همین مشکلی داون است. سرت بعد کارات گفتگی نگی برو. يعترف بقلبه برسالة محمد لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه. اعتراف میکرد به قلبش به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، ولی او را معنی کرد چی؟ ناموس جاهلیت، حمیت، فخر جاهلیت او را معنی کرد نسبت قومش. فلم يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام، و به خاطر همین حمیت شده به دین عبد المطلب که مراد از آن بت پرستی بود کافر نشد. فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم، بس ایشان به نبوت او به قلبشان اعتراف میکرده بودند. فلا يكفي الاعتراف بالقلب انه رسول الله، به قلب اعتراف کردن که او رسول الله است این کفایه نمیکنه. بل لابد ان ينطق بلسانه، بلکه لابد است که بنده نطق بکند به زبانش. اگر بلسانه ضمیرش نمیبود که ما مجبور میشم ای ينطق میگفتیمش، ای ينطق باللسان بنشد جا بلسانه. از که یعنی که راجع ضمیر که راجع دارد یک مرجع دارد، معلومه چه بنده رو گفته است. ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب، و سپس میگوید نطق به زبان و اعتراف به قلب نیز کفایت نمیکند، بل لابد من امر ثالث، یک سیوم چیز ضرور است، و هو الاتباع و پیروی از آن. قال الله تعالى فيه، در این موضوع، در موضوع پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پس اون کسانی که ایمان آوردن به او، به محمد علیه الصلاه و السلام، و عزروه ای عظموه او را تعظیم دانستند، احترامش کردند، و نصروه او را یاردم دادند برای دفع ضرر، و اتبعوا النور پیروی از نور شدند، یعنی پیروی از قرآن شدند، الذي انزل معه، قرآنی که با همراهی او فرود آورده شد. اولئک هم المفلحون، انا طایفه مؤمن ها مفلح هستند، رستگاران هستند. حتى لو نصره مثل ابي طالب وحامدون، حتی اگرچه محمد علیه الصلاه و السلام نصرت بدهد، کمک رسانی کند مانند ابو طالب، و او را حمایت بکند، حامدونه یعنی که طرفداری او کند، و طرفداری او یعنی که برخیزد. و هو يعرف انه رسول الله، او میداند که او رسول الله است، لكن لم يتبعه، ولی پیروی از آن نشود طوری که پیروی نشد ابو طالب. فانه ليس بمسلم حتى يتبعه، و این مسلمان نیست تا پیروی از او نشود.
ولهذا قال الشيخ بنابراین است که شیخ در متن چی گفت؟ فرمود که و معنی شهادتی ان محمدا رسول الله، معنای شهادتی که محمد رسول الله است، طاعته فيما امر، گفت او را اطاعت میکنی در امرهاش، و تصدیقه فيما اخبر، در خبرهاش باور میکنی، و اجتناب ما نهى عنه و زجر، یک جانبی میشی از هر کار و از هر سخن، از هر اعتقادی که از اون منع کرده باشد. و الا یعبد الله الا بما شرع، و باید که طبق نشان دادی او الله را عبادت کرده شود. فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا و باطنا و اعتقادا، میگوید که اعتراف کردن به رسالت او هم ظاهری هم باطنی هم در اعتقاد ضرور است. ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و ضرور است پیروی از او صلی الله علیه و سلم شدن. و يتلخص ذلك في هذه الاربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، و اختصار می شود آن در این 4 کلمه هایی که وایها را مثلا، یعنی که کلمه هایی که وایها را شیخ ذکر کرده است در پایان و یا اختصارا میگوید تقسیم به 4 چیز میشه. یکم چیز یعنی شیخ گفته است دست کن طاعت فيما امر، صاحب متن گفت همونها را اختصارا گیریم، میگه 4 چیز میشه که در تحت هر یک 4 آن شیخ یعنی که گم میزنه. الاولى طاعته فيما امر، گفت یکم در امر کرده هاش او را اطاعت کردن، هر چی امر کرده است او را اطاعت میکنه. يقول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد اطاع الله، کسی اطاعت از رسول بکند واقعا او اطاعت از الله کرده است. تو بدون اطاعت رسول الله را اطاعت کردن نمیتوانی گویی که من به رسول الله را اطاعت میکنم، نه، این عار است. ويقول سبحانه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ما یگون رسول را نفرستاندیم مگر اینکه فرستاندیم که وی را اطاعت کرده شود به اذن الله. اذن اینجا به معنی امر و امر الله امر کرده تو را اطاعت بکن. فقرن طاعت الرسول مع طاعته سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی نزدیک کرده ذکر طاعت رسول را با همراهی طاعت خود و سبحانه و تعالی. وقرن معصیت الرسول مع معصیته، و معصیت رسول را با همراهی معصیت خودش یک جای ذکر کرد. گرید در اون بچه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. و کسی از الله عاصی شود و از رسول او عاصی شود، فإن له نار جهنم، بدرستی برای او آتش جهنم است. خالدین فیها ابدا، در اونجا ابدا خواهد ماند. و قال و ان تطیعوه تهتدون، اگر شما اطاعت از او بکنید هدایت مییابید. وقال اونجا فرمود و اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون، شما اطاعت از رسول بکنید. لعلكم ترحمون یعنی تا رحم کرده شوید. تا چی کرده شوید؟ تا رحم، یعنی خواهید که الله سبحانه و تعالی شما را رحم بکند، اطاعت از رسول بکنید. سبحان الله، چقدر انسان ها هستن که از رحمت الله محروم. به سبب چی؟ به سبب اطاعت از رسول. سبحان الله، اطاعت از مذهب میکنه و اطاعت از رسول نمیکنه. کیم الله اعلم در روز قیامت این مذهب‌ها چه خیلی این کسانی که عاصی از رسول هستند بیزار باشند که شما ما را یک واسطه گرفتید گویا که ما منع کرده باشیم از اطاعت رسول. گفته فلا بد من طاعته صلی الله علیه و علی آله و سلم، یعنی که او را اطاعت کردن ضرور است. فالذي يشهد انه رسول الله تلزمه طاعته، کسی که شهادت میدهد که وی رسول الله است وی را اطاعت اون رسول لازم میشود، واجب میشود. فيما امر
در کدوم کاری که امر کرده باشد. لقوله تعالی و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بنابر سخنی او سبحانه و تعالی آنجا فرمود که هر آنچه که رسول به شما آورد اون را بگیرید و از هر کاری که شما را منع کرد از او باز ایستید. و قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. حذر بکنند، احتیاط بکنند کسانی که مخالفت از امر او پیغمبر میکنند که مباد به ایشان مصیبت فتنه نزند. یعنی مصیبت اینجا زیر از جاده اسلام میل کردن است به کفر شدن. نعوذ بالله، مبادا کافر نشن میگو. او یصیبهم عذاب الیم، که مباد به ایشان عذابی درد آور به ایشان فرود نآید. عن امره ای عن امر الرسول، این یعنی ضمیر راجع به رسول است. از امر رسول کسی سرپیچی کند. فلا بد من طاعت الرسول صلی الله علیه و سلم، ضرور است، لازم است، واجب است میگه طاعت رسول. الثانیه، دویم چیزی که اختصارا گفت که شیخ 4 چیز میگه. تصدیقه فيما اخبر، او را تصدیق کردن در کدام چیزی که خبر داده باشه. لان الرسول صلی الله علیه و سلم اخبر عن امور كثيره مغیبه، زیر رسول صلی الله علیه و سلم خبر داده که درباره کارهای بسیار غیب. اخبر عن الله، درباره الله خبر داد. و عن الملائکه، درباره فرشتگان ملائکه ها. و اخبر عن امور غائبه، از کارهای غیب خبر داد. و اخبر عن امور مستقبله، از کارهای یعنی که آینده، یک کارهای خبر داد که از او پیش گذشته و کارهای خبر داد که بعد خواهند آمد. من قیام الساعه، من بیان میکنه همچون قیام، برپا شدن قیامت. و اشارات الساعه، نشانه های قیامت. و الجنه و النار، درباره جنت و دوزخ. و اخبر عن امور ماضیه عن احوال الامم السابقه، خبر داد درباره کارهای گذشته، درباره حالتهای احوالی مثلا امتان پیشینه. فلا بد من تصدیقه فيما اخبر، بنابراین ضرور است در خبرهای کرده ای او دادگی او را تصدیق کردن. لانه صدق لا كذب فيه، چون که خبرهای او صدقا راست و دروغ نیست در آنها. قال الله تعالی و ما ينطق عن الهوى، و از هوا حرف نمیزند، از خواهشات نفسانش حرف نمیزند. این هو الا وحی یوحى، البته یعنی که هرچی او میگوید وحی است که به او وحی کرده شده است. الرسول صلی الله علیه و سلم لا يتكلم بهذه الاخبار او هذه الاوامر والنواهی، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم این خبرها را به این خبرها حرف نمیزند، یا که این امر و این نهی ها را حرف نمیزند. لا يتكلم بشيء من عنده علیه الصلاه و از یگان چیز از پیش خود یعنی که حرف نمیزند. انما يتكلم بوحی من الله عز وجل، برعکس با وحی از جانب الله سبحانه و تعالی حرف میزند. فاخباره صدق، خبرهای کرده او راستند. و من لم يصدقه فيما اخبر فليس بمؤمن، و کسی که وی را باور نکند وی را در خبرهای کرده او مؤمن نیست. ولا صادق فی شهادته انه رسول الله، و صادق هم نیست، راست نمیگوید، دروغگو است در شهادتش که او رسول الله است. کیف یشهد انه رسول الله و یکذبه فی اخباره، چخیل وی شهادت میداد است که او رسول الله است و حالان که او وی را باور نکرده است در خبرهاش. کیف یشهد انه رسول الله ولا یطیع امره، چخیل شهادت میدهد که او رسول الله است و امرهای او و اطاعت از امرهای او نمیکند. الثالثه اجتناب ما نهى عنه و زجر. سوم اجتناب، یک جانبه شدن آنچه را که از همان منع کرده است و باز داشته است. اجتنب ما نهاک عنه الرسول، اجتناب ورز، دور شو آنچه را که از همان رسول صلی الله علیه و سلم تو را منع کرده است. نهاک عن اقوال و افعال و صفات کثیره، تو را از چندین کار و از چندین سخن و از چندین صفتهای بر زیاده منع کرده است. ولا ینهى صلی الله علیه و علی آله و سلم الا عن شیء فیه ضرر و فیه شر، یگان چیز را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم منع نکرده است مگر در همون چی است؟ ضرر است یا که یگون شر و یگون بدی ناخوشی است. ولا یأمر
الا بشيء فيه خير و فيه بر، و به یگان کار امر میکنه مگر در همون یک خیر و یک خوبی است. فاذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه الرسول صلی الله علیه و سلم لم يكن شاهدا له بالرساله. اگر بنده یک جانبه نشود از من کرده های رسول صلی الله علیه و سلم، وی شهادت دادگی نیست برای او به رسالت، بل صار متناقضا، بلکه چی میشد؟ این یک ناسازگاری میشود، خیر است، نادرستی، ناسازگاری میشود که شیخ میگوید که شهادت داده سو با گفتهاش نمیکند. کیف یشهد انه رسول الله، شیخ شهادت میدهد رسول الله بودنی وی را، ولا یجتنب ما نهاه عنه الرسول صلی الله علیه و سلم، حالان که او از من کرده های او یک جانبه نمی شود و نشده ایستاده است. والله تعالی یقول و ما اتاکم الرسول فخذوه، آنچه که رسول به شما آورد آن را بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از کدام چیزی که شما را من کرده باشد از او یعنی که باز استید. قال صلی الله علیه و سلم اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، وقتی که من شما را از یگان چیز منع کرده باشم از همان چیز شما یک جانبه شوید، دور شوید، دست کشید. و اذا امرتکم بامر، اگر به یگان کار شما را امر کرده باشم، به یگان چیز شما را امر کرده باشم، فاتوا منه، از همان مستطعتم، چین قدرت و تواناییتون و را یعنی که اجرا بکنید. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه صلی الله علیه و سلم، یعنی یک جانبه شدن از من کرده های او صلی الله علیه و سلم، یعنی که اجتناب ورزیدن این لابد است، ضرور است. حدیث بالا را اخرجه البخاری و مسلم من حدیث ابی هریره رضی الله عنه. اگر موج نگاه کنین من کردن یعنی که یگون قدرت داشته باشه، توانایی داشته باشه نگو، یعنی که من کرده ها را یعنی چیزی من تمام من کرد. خیلی که مثلا تو سیگارت کشی مثلا کم کم بس کردن گیر، نه من حرامه تمام نمیموری. یا که عرق خورسته مثلا یک روز 5-6 تا خالی میکردی گوشم ممکن نه 4 تاش کن، سونه 3 تاش کن، یا این اسلوبی طبی با اسلوبی به طبی چیکار میکنید؟ صحابه ها تو بسیار یعنی که در دوران پیغمبر، در دور صحابه ها از این عرق خورای امروز بسیار عرق خور بودن، تمام یعنی چای سحر و شبشون به عرق بود، ولی فهمیدن که معنی است، تمام معنی کردن. نگفتن طبیب میگوید که یک مرد میشد یک بار بسش کنید، اول میگوید 4 6 کنید، با 3 تا با 2 تا بعد مثلا نه معنی. اگر ما با به عرق نمرد ان شاء الله اجر میگیره، با ممکن لامکش میگیره دو اگر باشه هیچ گام نداره، نه میشه. الرابعه الا يعبد الله الا بما شرع، چهارم الله را عبادت کردن نشود مگر به همون طبقی که او نشان داد. ای تقید فی العبادات بما شرعه الله لرسوله صلی الله علیه وسلم، یعنی عبادت ها تا رجستراسی که میگو قید کن به اون چیز شریعتی که الله تعالی برای پیغمبرش نشون داده. یعنی هر عبادتی که اساسی که تو این عبادت حساب کرده ایسادی و یک قید کن کو بین که در کتاب الله در سنت پیغمبرش هست یا نه، قید کن. انا با میبینه چقدر آدم هست که اون سیبگی و اون جمعه و اون 40 و اون 63 و اون سال و اون مولود کنه چیزاش میبیند که میخواهد که بیاد که در قید گذروند، نیست قیدا قبولش نمیکنه. انا فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلی الله علیه وسلم، تو نباید که عبادت را انجام دهی که وی را رسول صلی الله علیه وسلم در شریعت نشون نداده است. و این کان قصدک حسنا، گرچه که دل و نیتی تو خوبم باشد، و این کنت تريد الاجر، اگر تو اجر می‌خواسته باشی، لكن هذا عمل باطل، ولی این عمل تو باطل، دروغه. برای چی؟ لانه لم یاتی به الرسول صلی الله علیه وسلم، چون که وی را رسول نآورده است علیه الصلاه و السلام. النیت لا تکفی، هم تو نیتی خالی کفایت نمیکند، بل لابد من الاتباع، بلکه ضرور است پیروی از او شدن. کل بدعت ضلاله و ان رآه الناس حسنه، تمام بدعت یعنی که این ضلالت است، گرچه که در چشم مردم بسیار خوب و زیبا تا بود و اون که این چیزای گندگی صلوات به پیغمبر و در دیگه وقتا صلوات کردن نمیتونی، در روزهای جمعه چه به صلوات نمیفرستی، در هم جای شستگی چه به صلوات، البته می یک تشکیلی کردن یا بدعت جاری کردن است. فالعبادات توقيفية لا يجوز الاتباع
لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول صلی الله علیه و عبادت ها توقیفی هستند، یعنی بعد وفات پیغمبر وقف تمام ایستادگی ان، اجازه نیست یگون نمود عبادت به جا آوردن اون عبادت را که رسول صلی الله علیه و در شریعت نشون نداده است. قال صلی الله علیه و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کسی یک عمل را انجام دهد که در همون امر ما نیست، در دین ما نیست، فرموده ما نیست و رد است، یا رد به معنی مردود، غیر مقبول است. این گذشته نصیب است. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شما سنتی من به خود لازم گیرید و سنت خلفای راشدین مهدیین بعد من، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اونها را سخت چنگ بزنید و اونها را به دندان سخت بگیرید. یعنی این مراد از اینجا سخت گرفتن، سر ندادن. و ایاکم و محدثات الامور، خود را نگه دارید از کارهای نواوری، فان کل محدثه بدعه، تمام نواوری بدعت است، و کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ضلالت است، گمراهی است. اخرجه ابو داود و الترمذی و ابن ماجه و احمد من حدیث عرباض بن ساریه رضی الله عنه. فالاتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر بدعة منكرة منهيا عنها. عبادت را آوردن که او را رسول صلی الله علیه و در شریعت نشون داده باشد و این را همچون بدعت اعتبار داده میشد، منکر، معن شده از آن. لا يمكن ان يكون في الدين بدعه حسنه. خلاص امام مالک گفته است که فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. هر چیزی که در همون در دوری پیغمبر صلی الله علیه و دین نبود امروز دین نمیشد. این بدعت در دور پیغمبر نبود امروز کرسادی، در دور پیغمبر دین نبود این در دین نیست، از دین نیست. فهمیدید؟ امام مالکی گپش دیدید؟ فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. امروز هم دین نیست. چخیل میشه در امروز باید دین و امروز دین است. الله فرمود که اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. علما میگن کسی که گفت که یک بدعت انجام دهد دیده و دانسته و گمان کرده است که محمد خیانت کرده است در رسول. و این قال بها فلان او فلان، گرچند که گفت این فلانی گفت و محمدانی گفت، او فعلها من فعلها من، کسی که از مردم یک کرده باشد، ما دامت خارجه عما جاء به الرسول صلی الله علیه و تا اون وقتی که خارج یعنی بیرون باشد از آورده رسول صلی الله علیه و سلم، فانها بدعه و ضلاله، البته بیشک شبهه و بدعت است و ضلالت است. ما خیرخواه میگیم، ما کم من مرید للخیر لم یصبه، چقدر خیرخواهی که به خیر نمیرسد، چی به خیرش نمیرسد. آخه وای در اساس قرآن و حدیث نمیکنه. در اساس قرآن و حدیث کردگی آدم گرچنده که مثلا گیریم به مقصدش نرسد، در این در آخرت الله تعالی اجرش میده برای کوشش و حرکتش. فلا يعبد الله الا بما شرع على لسان رسوله. الله را عبادت کردن نمیشه مگر به همون شریعتی که الله تعالی در زبان پیغمبرش نشونش داد. والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل. نواوری ها این خرافات ها هم اینها عملی باطلن و نقص و ضلال، اینا کمبودیدار و ضلالت هستند، ضد کسانی که اتا بها و یارا انجام میدن. و این کان یقصد بها الخیر، گرچنده که مقصدی خیر داشته باشد و یرید الاجر، اجر خواه باشد، فان العبرة لیست بالمقاصد، عبرت به مقصد ها نیست. و انما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. عبرت در چیست؟ عبرت در پیروی از پیغمبر است، عبرت در اطاعت از پیغمبر است و سرخم کردن است. ولو كنا احرارا نأتی بما نشاء، اگر ما آزادانه چی که دل ما کشد آوردن بگیریم. و نستكثر من العبادات ما نشاء، میخواستگی دل ما میکشیدگی عبادت از خود ما آوردن گیریم. لمحتجنا الى بعثه الرسول صلی الله علیه و سلم، ما محتاج پیغام یعنی که رساله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیشیم. ولكن من رحمت الله بنا لم يكلنا الى عقولنا، ولی بعضی از رحمت پروردگار است نسبت ما که ما را به عقل خود نسپارید، که مهم عقلاتون چی میخواهید، حالا به عقل خودشون به پیغمبر کار کردن
مثلا کیا مردم خیتای، یکتاش خر میبره، یکتاش گاو، یکتاش سنگ، یکتاش چوب. ولم یکلنا الى فلان و علان، بفلونه بفلانه بحمدانی، یعنی ما را نسپار کی همه چیزی گفت از مردم. لان هذه الامور مردها الى شرع الى الله و رسوله، چون که این امور، این عبادت ما گفتیم مرد اینا، یعنی بازگشت اینا به سوی شریعت می باشد و به سوی الله و به سوی رسولش می باشد. ولا ينفع منها الا ما كان موافقا لما شرعه الله و رسوله. انا یگون که این انواع عبادت سود نمی بخشد مگر همونش که موافق به شریعت نشان دادی الله باشه و به شریعت رسول صلی الله علیه و آله باشه، سنتش. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، در این یعنی دلیل شده از تمام بدعت ها دور شدن. و من ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله. کسی در دین یک بدعت را که او را رسول صلی الله علیه و آله نه آورده باشد، انجام نداده باشد، نگفته باشد، اشاره هم نکرده باشد، البته او شهادت نداده است به رسالت برسول الله و دین او محمد صلی الله علیه و آله. لم يشهد بالشهادة الحقيقية، شهادتی حقیقی دادگی نیست. لأن الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه. زیرا که اون کسی که شهادت میدهد که رسول الله صلی الله علیه و آله او رسول الله است و شهادتش حقیقی باشد، باید که یعنی خودش در قید شریعت الله بگیرد. ولا يحدث شيئا من عندي، از پیش خود یگون چیز ایجاد نکند. او یتبع شيئا محدثا من سبق، یا که پیروی نشود یک چیزی که او نوآوری است از کسانی که پیش از او گذشتند، دیگه کسانی مثل بی سواد. هذا معنى شهادتی ان محمد رسول الله، معنای شهادتی اون که محمد رسول الله است همین است. لیست الفاظا تقال باللسان فقط، دیدید که میگوید این لفظی نبود است که فقط به زبان گفته شود، من غیر التزام، بدون اینکه لازم بگیریم معنای او را که عمل بکنیم، و من غیر عمل بعمل، و من غیر تقید بما جاء به هذا الرسول، بدون اینکه قید کرده شود با آن چیزی که غیر رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورده باشد. و دلیل الصلاة و الزکاة و تفسیر التوحید قوله تعالی، قال الشیخ صاحب المتن میفرماید که و دلیل نماز، زکات و تفسیر توحید سخن او سبحانه و تعالی است. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ایشان معمور نشدند بجز آن که الله را عبادت بکنند، مخلصین له الدین، برای او دین را اخلاص بکنند، حنفاء، میل کننده از تمام دینهای باطل به دین حق، و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، نماز را برپای بدارند و زکات را بدهند، ادا بکنند، و ذلك دین القیم، دین راست، دین حق همین است. وقال الشارح فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، نماز این رکن دوم از ارکان اسلام است، و الزکات هي الركن الثالث، زکات باشه از رکن سیوم است، و هي قرینة الصلاة في کتاب الله، او یک جای ذکر شده نماز است در کتاب الله سبحانه و تعالی. الصلاة عمل بدنی و الزکات عمل مالی، نماز این عملی بدنی بوده و زکات عملی مالی است. وقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، اخرجه البخاري ومسلم. حضرت ابو بکر فرمود قسم به الله من می جنگم به هر کسی که میان نماز و زکات را یعنی که جدا کند. لما امتنع اناس من دفع الزکات بعد وفات الرسول صلی الله علیه و آله قاتلهم ابو بکر رضی الله عنه. وقتی که مردم بعد وفات رسول صلی الله علیه و آله از زکات دادن منع کردن، باز ایستادن، زکات بس کردن دادنش، پاره مردم با اونها ابو بکر جنگید و گفت والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاه، قسم به الله من می جنگم به هر کسی که میان نماز و زکات را جدا میکند. والله لو منعونی اقالا، قسم به الله اگر مرا اقال ما فی روایت عناقا یعنی که صغار من المعز، یک بوزی معده را میبینم، قسم به الله اگر امروز یک بوزی اندک معده را ندهم
که کانوا یؤدون و هوای را میداده بودند رسول الله صلی الله علیه و برای رسول الله صلی الله علیه و لقاتلتهم علیه، به خاطر هوای بم میجنگمشون که هر چی در دور پیغمبر اگر چه مایده باشد ادا میکرده باشد امروز ندهد من میجنگم باشد تا دوباره او را برقرار کنم. فالزکات حق واجب في الاموال، الزکات این حق واجب در مالها و هي ركن من ارکان الاسلام، این رکن از رکنای اسلام است. و هي قرینه الصلاه في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، این نزدیک ذکر شده نماز است، یعنی با همراهی نماز یک جای ذکر شده است در کتاب الله عز وجل در بسیار از آیات ها. و منها هذه الآیه، از جمله همین آیت است که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. دلیل التوحید فی قوله في أولها، دلیل توحید در اول همین است. في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله، ایشان مأمور نشدن مگر اینکه عبادت بکنن الله را، مخلصین له الدين، برای او دین را اخلاص بکنن. هذا هو تفسير التوحيد، تفسير التوحيد همین است و هو عبادت الله مع الاخلاص له، این الله را عبادت کردن است با همراهی اخلاص کردن است، اخلاص کردن برای او و ترک عبادت ما سوا، ترک عبادت غیر او. فالدین و التوحید و العباده بمعنى واحد، هر جا که دین، هر جا که توحید، هر جا که عبادت همه با یک معنا میباشند. هر جا که دین گفتن یعنی توحید دارن، هر جا که توحید گفتن این دین است، هر جا که عبادت گفتن این توحید است. مخلصین له الدین العباده، عبادت برای او اخلاص بکنن. مخلصین له الدین، هذا تفسير التوحيد، تفسير التوحيد لا كما يقوله علماء الكلام، لا ناس كي خلي علماء الكلام يقول انه الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، میگن کی یعنی از توحید چیز اعتراف کردن اینکه الله آفرنده و روزی دهنده و زنده گرداننده و میرانده. هذا توحید ربوبیت، توحید ربوبیت است. والمطلوب هو توحید الالوهیه، اونی که مطلوب است از ما توحید الوهیت است. الذي دعت الیه الرسول، همان توحیدی که به همان فرا میخواندن دعوت میکردن رسولان. ولا يصير المسلم مسلما الا اذا جاء به، مسلمان نمیشد تا اون وقتی که تا این نآورد. اما من جاء بتوحید الربوبیت فقط، اما کسی که تنها توحید ربوبیت آورد یعنی ذکر کند و اعتراف کند به کله گیرد، فهذا ليس مسلما، این مسلمان نیست. بدلیل ان المشرکین یعتقدونه و ینطقون به، دلیل آن است که مشرکان این اعتقاد می‌داشتند و حرف می‌زدند به این و یعترفون به، این اعتراف می‌کردند. ولم يدخلهم في الاسلام، چون این نوع توحید ایشان در اسلام ندار آورد. ولم يمنع من قتلهم و سبيهم، معنی نکرد از کشتن اونها و از اسیر گرفتن، یعنی که گرفتن مالاشون. توحیدهم هذا، چون این نوع توحیدشون یعنی توحید ربوبیتشون و یا معنی نکرد لانهم ليسوا موحدین، و یا موحد نبودن. لما اشركوا بالله في العباده، وقتی که ایشان در عبادت به الله شرک آوری کردند. هذا هو تفسير التوحید من کتاب الله لا من کتاب فلان و علان، همین است میگه تفسیر توحید از کتاب الله نه از کتاب فلانی و دیگر کس. کتاب الجوهره، جوهر التوحيد كتاب يقرر مذهب الأشاعرة، در اونجا مذهب اشعری‌ها می‌نویسد و فيه مخالفات كثيرة لمذهب اهل السنة والجماعة. در اون کتاب دنیا مخالفات نسبت عقیده اهل سنت و جماعه. او کتاب المواقف، گفته که اینم یک کتاب است که المواقف في علم الكلام للإيجي. او کتب علماء الكلام، یا که مثلا کتابای علمای کلام گپ. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، اگر تفسیر توحید خود از این کتاب هرگز گرفته نمیشه، و انما يؤخذ من كتاب الله، توحید از کتاب الله گرفته میشه. و من سنت الرسول صلی الله علیه و سلم، از سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و من کتب اهل السنه والجماعه الذين يتمسكون بكتاب الله وسنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کتاب را توحید را از کتاب‌های اهل سنت و جماعت گرفته میشه که ایشان چنگ زننده به کتاب الله و به سنت رسول او صلی الله علیه و آله و سلم. و دلیل الصلاة فی قوله تعالی و یقیم الصلاة، دلیل نماز در قول او سبحانه و تعالی اونجا که فرمود نماز را برپا می‌دارند. و المعنى ان یأتوا بها کما امر الله عز وجل، معنای اقامه نماز، برپا داشتن نماز این است که
نماز را ادا بکنن انجام میدهند طوری که الله تعالی فرموده است به شروطها و ارکانها و واجباتها و شرط و رکن و واجباش. اما مجرد صورت الصلاه فانها لا تكفي، اما تنها هم تو صورت نماز او باشه این بسندگی نمیکنه. ولی هذا لم يقل و يصلوا نگفت، بل قال و يقيم الصلاه، بلکه چی گفت؟ برپا میدارن نماز را. ولا تكون الصلاه قائمه الا اذا اتى بها كما امر الله سبحانه وتعالى، مگر همون وقتی که میشه نماز قائم وقتی که وی انجام دهد طوری که الله سبحانه و تعالی وی را امر کرده است. اما الذي يصلي مجرد سوره فی ای وقت یشاء، اما کسی که تنها هم صورت نماز خوندی آخوندم در کدوم وقتی که میخواهد، او بدون تاره بیتارت و بدون تمانع بدون آرامی، ولا یاتی بمتطلبات الصلاه، و مطلوبات نماز مثلا چی طلب میکند؟ چه استقبال قبله و دیگر. هذا لم يصلي، این کس نماز نخونده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. برای خاطر همین است که پیغمبر صلی الله علیه و نمازش بعد ادا کردگی آدم را که وای در نمازش آرامه را رعایت نمیکرد چنین گفت برگرد، گفت تو نماز بخون، نه تو نماز نخواندی. لیس مقصودا سوره الصلاه، مقصد سوره نماز نیست سوره الصلاه من قیام و رکوع و سجود که عباره فقط یک قیام و یک رکوع یا سجود و جلوس فقط. لیس هذا المقصد این نیست، بل المقصود ان یؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى، بلکه وی را ادا کرده شود طوری که الله سبحانه وتعالى در شریعت نشون داده، مستوفیه لكل متطلباتها الشرعیه، باید که در درون او پر باشد تمامی مطلوبات شرعی آن، یعنی در شریعت چی طلب کردگی است، چه حق و حقوق دارد از واجبات و از سنت ادا کرده شد. ثم ذکر دلیل الزکات بقوله تعالی، بعد از آن دلیل زکات را به قول خود گفت که و یؤتوا الزکات، زکات میدهند. ای یدفعوا الزکات للمستحقین، زکات برای حق بران میدهند لها که حق بری زکات. الذين ذكرهم الله تعالى في قوله، اون کسانی که الله تعالی در قول خویش اونها را ذکر کرد، یعنی جای زکات همین هستند، از اینا بهره زکات دادن نیست در هیچ. انما الصدقات للفقراء والمساكين، همان صدقه برای فقیر و مسکین ها هستند. والعاملین علیها، کسانی که مثلا در همین کار میکنن در خودگیرش خودش نه، والعاملین والمؤلفه قلوبهم، و برای کسانی که دلبستگی قلبای و یعنی که برای کسانی که برای خاطر بیاره چیکار کردن، به اسلام شوقمند و هوسمند کردن. و فی الرقاب، در غلام آزاد کنیم. و الغارمین، و در کسانی قرضدار هستند. و فی سبیل الله، و در راه الله. و ابن السبیل، و در راه الله و ابن السبیل، و کسانی مسافر راه مونده. فریضه من الله، اینا همچون فرض است از جانب الله. والله علیم حکیم، الله صاحب علم و صاحب حکمت است یا که محکم کار است. ذکر 8 مصارف و حصرها بانما، و الله سبحانه و تعالی ذکر 8 تا جای مصرف، جایی که زکات صرف کرده میشه و اونها را حصر کرد به کلمه انما، ای فلا یکون صرفها فی غیر هذه المصارف. این اون معنا میده که صرف ویها در غیر این مصرفات جایز نمی باشد، مصرف های 8 گانه. فمن صرفها فی غیر مصارفها 8، کسی در غیر مصرف های 8 گانه و صرف بکند، لم یکن قد ادى الزکات، و زکات دادگی نیست. ولو انفق اموالا طائله، گرچند که او مال های بر زیاده نفقه داده باشه، ملایین میلیون ها و میلیارات یا که میلیاردها، و سماها زکات، و اینا رو گفت زکات اینا. ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضع، و یارا زکات نامیده نمیشه و زمین راجع بشه زکات خبری تکونه، و یارا زکات نامیده نمیشه تا و یارا گذاشته نشه در جای خودشون. حتی التي حصرها الله تعالی فيها، آنجا که الله سبحانه و تعالی و یارا چی کرده است، یعنی که محدود کرده است. هذا معنی ایتاء، معنای زکات دادن همین است.
و ایضا فی وقتها، همچنین در وقتش باید دهد. ای یخرجها وقت وجوب، وقتی واجب شدن و یار برارد. لا یتبطئ، باید یعنی که سستی نکند و یتأخر دیرمونی نکند و یتکاسل تنبلی نکند. طیبة بها نفسه، مثلا از صمیم قلب برآورده دهد. خیلی تیر با خیلی چشم دوری او وقتی با بگردن خیلی نشه. ای لا یعتبرها مغرما او خسارتا، این یک قرض و یک خار و مولام کم شدن رسم مشکل بوده، گفتن خیلی مثلا دلش ناراحت نشه. و انما یعتبرها مغنما له، همچون یک بایگری برای خود یک قرار دهد زکات دادیش. هذه الامور الثلاث، این سه امور دین القیمه، یعنی الملت گشوده است. القیم، ملت القیمه صفت لموصوف محذوف، این صفت شدن برای موصوف حذف شده. تقدیر دین الملت القیمه، یعنی دین ملت راست المستقیمه همین است. هذا دلیل الصلاة و الزکات و تفسیر التوحید، این بود میگه دلیل نماز و زکات و تفسیر توحید. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.